ما یک افغانستان آزاد و مستقل و افغانستانی که در اینجا حکومتش کاملا اسلامی نباشد، این را تحمل کرده نمیتوانیم و این را در مدت 20 سال مبارزه ما به اثبات هم رسانیدیم. پس بناهن این که ما نیرو سازی میکنیم و برای از این تلاش میکنیم که ما یک نیرو و اردوی قوی و مجهز مسلح داشته باشیم که ظرفیت حراست و حفاظت و دفاع از وطن را داشته باشد. این به این معنا نیست که ما مردمای جنگجویی باشیم که همیشه جنگ بخواهیم، بلکه داشتن نیروی قوی و با ظرفیت عالی این جلوگیری از جنگ میکند که وطن ما که 4.5 دهه هست که درگیر جنگ است و با مشکلات های گوناگون مردم ما دست پر جنگ میکند. این نیروسازی به این معنا هست که ما افغانستان آزاد و مستقل داشته باشیم. هیچ